علیک السلام و رحمت الله و برکاته. برادر جان، در ناس درباره ناس در درون خودش ناس سیگارت سه گناه دارد. یکی نه، یعنی سه گناه انسان وقتی که ناس میکشد مرتکب سه گناه کبیره میشود. یکم گناه کبیره هم است که اسراف است. آیا در سیگارت اسراف است؟ در ناس اسراف است؟ پول صرف میکنی میخری، چیزی حرام است، در صرف کردن در اون حرام است. در سه که مثال چی ندارد. یکی دیمش الله عز وجل میگه ان الله لا يحب المسرفين. الله عز وجل دوست نمیدارد آن کسی که اسراف میکند، یعنی پول خرج میکند در یک چیزی که چی بیهوده است، فایده ندارد، ضرر دارد. در عکس این اسراف. در دیگه آیت میگه که ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. میگه مبذرا انسانی که صرف میکند برادر شیطان، یعنی بین تشبیه خداوند با چی میتونه؟ برادر شیطان. یکی دیمش خداوند او را دوست نمیدارد، یکی برادر شیطان، یکی خداوند او را دوست نمیدارد. این یکم چیشه. دیمش ضرر است و انسان ضرر میرسد از ناس سیگارت. بله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که میگه که لا ضرر ولا ضرار. نه ضرر رساندن یک کس و نه نفس خود ضرر رساندن. نفس خود حفظ و حمایت کردن فرض است. انسان نفس خودش امانت ہے برای او. خداوند امانت داده است جگرش، همه چیزی در درون هست، ای دل و ای جگر و ای شوش و نامش همش امانت ہے خدا داده است که چی برای عبادت در راه خدا او را صرف کنی. برای همین امانت کی است؟ انسان وقتی که امانت خدا داده است وای در خیر صرف کند وای در بدی صرفش میکند، ضرر میرسد به بدنش کی همین چی میشود؟ این اصلا به تهلکه هم میبرد. یک گناه دیگه که خودکشی هم میبرد. همین خلاصه همین ضرر رساندن. این دیم گناهش. سومش خودکشی گفتیم. انسان وقتی که ناس سیگارت میکشه به کسلی ها دچار میشود. وقتی که انسان به کسلی دچار شد چی وفات میکند، میمیرد. یعنی خودش به تهلکه، یعنی که هلاک به تباه میکند، خودش میکشد، خودکشی میکند به همین سیگارت. همین انسان میگن که وقتی علما میپرسن میگن که خودکشی به الله عز وجل میگه لا تلقوا بایدیکم الى التهلكه. نفس خود را میگه به تهلکه بعد نه اندازید، نه پرتوید به تهلکه. این میشود چی؟ در تهلکه انداختنش. سیمش یا چهارم گفتیم گناهش در مرتکب کبیره میشود. چهار گناهش در اجازیم اینه که از که مثلا انسان گناه وقتی که سیگارت میکشد روی کشاد میکشد، در بین مردم میکشد. مثلا سیگارت میکشد، نوس میکشد، این روی کشاد است. این میگن در زبان عربی مجاهره. الله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح میفرماید که ان الله چی بد كل امتی معافى الا المجاهرون. هر یک از امتی من میگه گناهاش عفو کننده هستند، یعنی خداوند عفو میکنه گناهاش، مگر چی؟ مگر همون انسانی که مجاهره میکند به گناه. مجاهره نه که روی کشاد در نزد مردم میکند گناه، اون میگه چی؟ یا که مجاهره دیگه معناش هست که انسان شب گناه میکند، عراق یا که زنا میکند، پگاه میاد در نزد رفیقاش، در نزد دوستاش چی میکند؟ مدح ستایش میکند. اینا میگه مجاهره. اینم امینه که سیگارت میکشه در نزد مردم در چی مجاهره میشه. خداوند میگه همه امت من معاف میبخشد، خداوند عفو میکند، مگر همین مجاهره خداوند نمیبخشد. برای هم برادران در این چند گناه های قریب 4 گناه رو حسابش کردیم. یکی دیمش برادر جان که ناس هرچند بکشد اما این حرام بدن شی که تماما با انسان نکشد ناسه، یا که سیگارت که به کسایی رگ میارد، رگ ژلودکا، یازو ژلودکا، رگ ژلودکا، رگ لب، رگ چیا زبان، خلاصه یک حساب کتاب ندارد این کسلی ها. برای همین برادران انسان باید بس کنه ناس. در کار نه ناس نه سیگارت حرام است. ناس و سیگارت از چی است؟ از طیبات نیست، از خبائث است. خداوند خبائث حرام کرده است. الله عز وجل میگه که حرم علیکم الخبائث احل لكم الطیبات. طیبات پاکی ها برای شما حلال است، لیکن خبائث برای شما خداوند حرامش گردانده است. برای همین برادر جان این حرامیش در حرامیش است، نه که طهارت چکنیش طهارت نمیش کرد. انسان بعد وقتی که خداوند بعد دید او رو باید ترک کند، نه که در ناس کشیدن طهارت نمیش کرد، نه سیگارت. برای همین انسان باید اصلا بس کند نکشد، نه که طهارت نمیش کرد. اشکانده های طهارت به حساب نمی رود. انسان باید چی همون وقتی که اگر که ناس کش باید بس کند، یا که دنداناش و یگان زبنای وقتی نمازخوانی باید بشوید که بو نکند. برای بوی چی میکند؟ بد میکند. برای که بوی بد میکند، بوی بد ملائکه را اذیت میدهد. انسان یک بار اذیت میده در وقت چی کردن، در وقتی چی میگن، در وقتی نمازگزاری
ملائکه را اذیت میتی، آدمای برت اذیت میتی. خلاصه اذیت بسیار برای انسان باید بس کند. الله تعالی اعلی و اعلم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. 3696 برادر جان. الحمدلله برادر جان. درباره چی پرسیدی که جمعه برادر جان؟ نماز جمعه فرض عینی، نماز جمعه فرض عینی، ترک کردنش درست نیست. کسی میگه سه جمعه ترک میکنه در دلش مهر میزنن، به عذر ترک میکنه در دلش مهر در بعضی شرحاش میگن مهر نفاق میزنن، مهر غفلت میزنن، خاصه گناه مرتکب گناه کبیره میشود ترک کردن نماز جمعه. میگن کدام کاری که من کند از نماز جمعه، اون انسان باید اون کار دیگر کار بدو همون کار تغییر دهد. برای چی؟ برای نماز جمعه را در وقتش بخواند. یعنی که عذر اگر باشد، انسان بیمار و مسافر باشد هیچ باکی ندارد. نه که انسان بیمار باشد یا که عذر داشته باشد یا که به بلاغت نرسیده باشد و نماز جمعه برای فرض نیست، میتواند این نماز جمعه را جماعت خواند، هیچ باکی ندارد. جماعت خواند هیچ باکی ندارد. نماز در وقت جماعت خواند، در وقت پیشین جماعت خواند هیچ باکی ندارد، هیچ چیز ندارد. این در قریب در همه مذهب ها همین است که نکی ترک کردن، من نمیگم ترک کردن نماز نکی نماز فرض گفتیم کنم فرض عین است، نه که جماعت خواندنش در وقتش بعد نماز پیشین اجباری ندارد، جماعت خواندنش اجباری ندارد. انا درباره ناز گفتی برای جان، درباره ناز سیگارت، نازکش و سیگارت کش ما گفته بودیم، جوابش هست اینجا بچه‌ها هم دارن. درباره ناز گفته بودیم، ناز سیگارت که سیگارت کش چه گناه دارد و چند گناه دارد در نازکش و سیگارت کشی. نه که درباره اون که ناز میکند برادر جان، اون که ناز میفروشد یا که ناز چی میکند، همون تیار میکند. پیغمبر میگه صلی الله علیه و سلم که من یعنی که الدل علی خیر کفاعله والدل على ضلاله، یعنی میگه که من دل على، اوکی امون کمی قال نبی صلی الله علیه و سلم میگه کسی که به خیر دلالت میکند پس برای همون اجر همون کننده شی، و کسی که به گمراهی دلالت میکند یعنی به کاری گنده، به کاری به گناه در انسان دلالت میکند یا که چی میکند و چیست، میگه از همون گناه همون آدمی که همین کارو میکند همون گناه اون کمی ندارد. یعنی همون ناز تیار کن، ناز فروش، گناه های همه اون آدمانی که ناس میکشن، از اون میخرن ناس میکشن، مثل همون ناس میکشن، این آدمی که میفروشد همون گناه ها را به یگان نقص، به یگان کمبودی گناه میگیرد. ناس فروش پولش حرام است، خوردن پولش حرام است، زن و فرزندش حرام میخوراند، همه این گناهش زیادتر است از اونی که ناس میکشد. این هم مرتکب گناه است، هم مردم ناس میفروشد، مردم میکشن، هم گناه اونها را میگیرد. چقدر گناه میکشن هم قدر این گناه میگیرد. با هم آنها را به تهلکه میاندازد، به هلاک شدن میبرد. ناس میفروشد، آدم میکشن، از ناس آدم کسلیا میشوند، همه گناهش در سر ناس کشه برادر جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. 75 46 برادر گرامی، یکم سوال بود که انسان ناس شو که بنگ میکشد. ناس، درباره ناس ما گفته بودیم، خیلی با برادرها پرتافتنش به فکرم. بنگ از ناس از سیگارت با بلندتر گناهش برای بیهوش میکند، حرام است، مثل خمر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که کل خمر حرام و کل مسکر خمر، هر یک مسکننده، بیهوش کننده خمر است، می است. و کل مسکر حرام، و هر یک مسکننده، هر یک چیزی که مست میکند انسان، میگه چی است؟ حرام است، یعنی که در چی عرق میگیرد. ولی برادر گرامی، انسان باید اینا رو ترک کند. چیز حرامه یکی در این چی است که نه که در حالتی که وای اگر که مثلا میکشد، بگید که مثلا من میکشم نوش سیگارت و نماز نمیخوانم، نماز نخواند با جرمش زیادتره. نماز اگر نخواند، درستترین قول علم همین است که انسان بی نماز کافره. برای همین باید نمازش خواند، باید ناس و سیگارت هم بنگش ترک کند. برای خدا، برای الله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که
من ترك شيئا لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. کسی میگه چیزی را برای خدا ترک میکند، کسی یک چیزی را برای خدا ترک میکند، ای هجرت گناه میکند، عوضه الله خیر منها، خداوند برای او پاداشی نیکتر، پاداشی بزرگتر میدهد. برای این انسان باید ترک کند چیزی گناه هست که خداوند امر کرده است که او را از او دوری جویید. مثل که عرق است، می هست، میگه فجتنبوه، از او دوری جویید. برای همین انسان باید ترک کند کار حرام، کار زشتی که خداوند او را آفریده است. خداوند او را آفریده است نه برای آنه که وی بنگ و سیگریت بکشد. خداوند او را آفریده است که وی خداوند را عبادت کند، خداوند را بپرستد به امر او. انک همه غایت و مقصدی که انسان آفریده شده است در این دنیا، این امتحان اوست، امتحان برای او سنجش. این دنیا داری سنجش است، این دنیا قرارگاه سنجش است. برای همین انسان باید ترک کند چیزی حرامه، برای خدا باید ترکش کند، اراده قوی داشته باشد. این اکم سوالات